آیا می‌خواهید پاداش صدها سال عبادت را در یک شب کسب کنید؟ آیا دوست دارید در زمان کوتاهی چندین میلیون سود به دست آورید؟ با جستجوی شب قدر این امکان برای شما فراهم می‌گردد. الله متعال می‌فرماید: لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر است. مجاهد و مفسرین دیگر درباره این آیه میگویند یعنی عبادت در این شب بهتر از عبادت 1000 ماه است، بدین معنا که پاداش آن بیشتر از پاداش عبادت 83 سال است. همچنین در این شب گناهان بندگان بخشیده میشوند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کسی که شب قدر را از روی ایمان و به امید اجر و پاداش الهی به عبادت سپری کند، گناهان گذشته‌اش بخشیده میشود. مسلمان چه زمان باید در جستجوی شب قدر براید؟ باید در دهه آخر ماه مبارک رمضان در جستجوی شب قدر باشیم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنید. علامه ابن حجر بعد از اینکه اقوال مختلف را در مورد زمان شب قدر ذکر نمود میگوید معتبرترین قول در این زمینه این است که شب قدر در شبهای فرد دهه آخر رمضان واقع شده است و آنچنان که از احادیث ثابت می شود در میان این شبها جابجا می گردد. از نشانه های شب قدر این است که خورشید در صبح آن روز با سفیدی و بدون شعاع طلوع می کند. از مهمترین اعمال شب قدر شب زنده‌داری با ادای نماز و تهجد است. شب زنده‌داری در این شب باعث بخشیده شدن گناهان می گردد و دعا کردن نیز به همین صورت. عایشه رضی الله عنها می فرماید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتم اگر شب قدر را دریافتم در آن شب چه بگویم؟ فرمود بگو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. روایت ترمذی با تصحیح آلبانی. چه فضل بزرگی الله متعال در این شب نصیب مؤمنان می‌گرداند که سبب شادمانی آنان می‌گردد. الله متعال می‌فرماید قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بگو باید به فضل و رحمت الله شادمان شوند که از آنچه جمع می‌کنند بهتر است.